خوش اومدیم به اولین ویدیو با من. اسم من پریاست و خیلی خوشحال میشم که عضوی از چنل ما بشیم و من رو سابسکرایب کنید. امیدوارم که درست گفته باشم. حالتون چطور؟ امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه و روزتون رو خیلی پر انرژی شروع کرده باشین. آقا من از صبح بیدار شدم، به کارهای روزمرگیم رسیدم، یک کوچولو زبان خوندم و لغاتی که مهم بودن رو نوشتم که با خودم مرورشون کنم. الانم آماده شدم که با دوستان برم یه دوری بیرون بزنیم. یه مغازه لوازم تحریر فروشی هستش، الدورادو. میخوام برم اونجا یه سر بزنم. چیز خاصی مد نظرم نیست که بخرم، فقط به خاطر گذراندن وقت دارم میرم. من که خیلی خوشگله واقعا. لوازم تحریر فروشی اینجوری هن که اگه هیچی هم دلت نخواد بخری، میری اونجا، حال و هواش باعث میشه که دلت شاد شه، خیلی خوشحال‌تر بشی، خیلی گوگولی تره اونجا. و اینکه آخر سرم یه چیزی میخری میای بیرون. من این مشکل رو دارم. امیدوارم که امروز جلوی خودم بتونم بگیرم و چیزایی که مد نظرم نیست و مورد نیازم نیست رو نخرم. بعد اونم ساعت 1 کلاس دارم دانشگاه، بعد برم دانشگاه جزوه هامو بخرم بیام، حالا اگه تونستم نهار بخورم، بعد برم سالن، از اونجا برم خرید لوازم ناخن که خیلی خیلی زمان بره. قشنگ انتخاب کردن لاک، انتخاب کردن من مواد، انتخاب کردن دیزاین های روی ناخن خیلی زمان بره، هم زمان بره. احتمالا برم برای خریدش، چون لوازم ناخنایی که نیاز دارم تموم شدم و نیازه که برم آتیش بزنم به مالم. و اینکه احتمالاً اگه برسونم برم خرید لباس، چون لباس مد نظرمه که باید بخرم. مورد نیاز، البته مد نظر نه، مورد نیازمه. احتمالاً یه پالتو بخرم. خیلی دوست داشتم پالتوی زرشکی بخرم، خب ولی با خودم فکر کردم، دیدم که پالتو زرشکی باشه، بقیه آیتم سیاه خیلی تو چشم میزنه. نمیدونم متوجه منظورم میشین یا نه، ولی آره خیلی تو چشم میزنه پالتوی زرشکی. بخاطر همین احتمالاً پالتوی مشکی بخرم با آیتمای دیگه، مثلا کیپمو زرشکی بخرم، شالمو زرشکی بخرم اینجوری، یا کلا زرشکی نخرم، مثلا کرم بخرم، قهوه‌ای بخرم. نمیدونم، باید برم نگاه کنم. پالتو ندارم، یعنی دارم ولی میخوام دوباره بخرم. و اینکه آره پالتو احتمالا بخرم. از این شالا هستن که برای دور گردنن، شال گردن نه، شالایی که به شکل شال روی سرن اما برای دور گردن استفاده میشه. نمیدونم اسم خاصی دارن یا نه، من اسمشون رو نمیدونم، ولی از اونا میخوام بخرم. احتمالا بوت بخرم. همینا رو میگم، آخر سرم نمیرم بازار. بعد آره اینجوری بعد برگردم درس بخونم، جزوه رو باید بخرم. نمیدونم گفتم یا نه. خلاصه که امروز یه روز خیلی 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 شلوغیه، پس با من همراه باش جوان ایرانی. آقا من همونجوری که داشتم آماده می شدم داشتم به پادکست صلح درونم گوش می دادم. ببینید من پادکست صلح درون رو من پادکست صلح درون رو چند بار گوش دادم از اول تا اونجایی که پادکست رو گذاشتن، اما واقعا این بار لباسم چروک شد، نشستم زمین. آره ولی این بار قشنگ داشتن با تمام توانم بهش گوش میدادم، یعنی فقط ذهنم روی این بود که چی میگه، چی میخواد، در مورد چی داره حرف میزنه، اینجور چیزا. و الان نمیدونم اسم پادکستش چی بود. فکر کنم اسم پادکست این بود که قدر داشته ها رو بدون، یعنی چی اسمی داشته که اشتباه نکنم. و ببینید واقعا داشتم فکر میکردم که چقدر داره درست میگه. ما هممون یک سری نعمت‌ها، یک سری چیزایی داریم که اصلا دیگه به چشمون نمیاد، دیگه بهش توجه نمی‌کنیم، شاکرش نیستیم، به نمیشه بود. مثلا ما میتونیم حرف بزنیم، میتونیم ببینیم، میتونیم راه بریم، میتونیم غذا بخوریم، میتونیم از دستمون برای کارهای روزمرگیمون استفاده کنیم.
خانواده داریم، سقف بالا سر داریم، موبایل داریم که بتونیم تو اینترنت بچرخیم، موبایل داریم که میتونیم با هم دیگه حرف بزنیم. همه اینا به نظر من واقعا یک سری نعمتن که دیگه توی چشم ما عادی شدن و دیگه به عنوان یک داشته نمیبینیمش. انگار مثلا واقعا باید داشته باشیمش اینا رو و شاکر نیستیم و مثلا خوشحال نیستیم از داشتنش. نمیدونم متوجه منظورم میشین یا نه. مثلا اگه من خودم موبایل نداشتم قشنگ اینجوری بودم که واقعا من موبایل ندارم، ولی الان که موبایل دارم مثلا اینجوری نیستم که ایول من موبایل دارم میتونم از موبایلم استفاده کنم، میتونم در ارتباط باشم با دیگران توی فضای مجازی شرکت کنم و فعالیت کنم. اما اگه اینو نداشتم قطعا همیشه ناراحت بودم، قطعا اینجوری بودم که من از نظر موبایل کم بود دارم، یا مثلا موبایل نه. مثلا اگه واقعا الان من چشم دارم که میتونم شما رو ببینم، کارهای روزمرگیمو انجام بدم، این به نظر من یک نعمته. در حالی که مثلا اگه من بینایی نداشتم، اگه نمیتونستم ببینم، واقعا همیشه اینجور بودم که من از این نعمت محرومم، من این کمبود رو دارم، من نمیتونم جایی رو ببینم. ولی الان که این نعمت رو دارم واقعا شاکرش نیستم. بخوام در مورد خودم حرف بزنم که مطمئنم خیلی هم واقعا هم نظرم. واقعا نمیدونم چه اتفاقی داره سر ما انسان ها میاد که خیلی آینده نگر طور شدیم. خیلی خوبه ها که آینده نگر باشی، برای آینده برنامه ریزی کنی، اما دیگه توی لحظه حال زندگی نمی کنیم. یعنی نمیان بگیم که اوکی من الان این نعمت رو دارم، این آپشن رو دارم، میتونم ازشون استفاده کنم، بذار با این آپشن هم خوشحال باشم. اما اینجوری نیستیم واقعا. میایم مثلا من خودم میگم به عنوان مثال من دفتر رو ندارم. اوکی، چون دفتر رو ندارم باید ناراحت باشم. نمیام از این بگم که من دفتر ندارم ولی خودکار دارم، میتونم با خودکاری که دارم خوشحال باشم. حالا خودکار و دفتر مثال بود که من متوجه منظورم بشید. هممون از خود صبح تا خود شب میایم در مورد چیزایی حرف میزنیم که نداریم، چیزایی حرف میزنیم که کمبودش رو داریم، اما هیچ وقت نمیایم بگیم خب ببین من اینجا الان اتاق دارم، میتونم خودم توی اتاق خودم زندگی کنم، میتونم دراز بکشم روی تختی که دارم، میتونم لباسی که دارم رو بپوشم. هیچ وقت در مورد اینا حرف نمیزنیم. میایم میگیم که آره من پالتو ندارم، از اصلا پالتو کمبود دارم. متوجه منظورم شدین یا نه؟ ولی به نظرم خیلی داریم با اینجور چیزا خودمون رو اذیت میکنیم. امیدوارم که من که الان دارم در موردش حرف میزنم خودم پایبند باشم به این موضوع. ولی خب نمیدونم خصلت انسانیه یا واقعا دیگه عادت کردیم به اینکه فقط کمبودهامون رو بشماریم، فقط کمبودهامون رو ببینیم. گفتم که بهتون بگم خیلی تحت تاثیرش قرار گرفتم. فکر کنم توی قسمت قبلی دوربین کج بود. واقعا عذر میخوام ازتون. واقعا کج بودن دوربین حواسم نبود اصلا، چون داشتم با دوربینم عقب گوشی ویدیو میگرفتم، بخاطر همین اصلا نمیدیدم که دوربین کجه یا نه. الان درسته دوربین اینجا بیا. من همیشه خدا با پوشیدن مقنعه مشکل دارم و فکر کنم که اصلا کسی نباشه که مشکل نداشته باشه با پوشیدن مقنعه. خیلی چیز دردناکی به نظرم. کنم دیگه کاملا اوکی باشه. من اسنپ زدم، من با اسنپ چشم داره کور میشه، اینه که بودم بیارم چشم داره کور میشه. آخه کوبه. آره اسنپ زدم، حالا یکی دو دقیقه دیگه میرسه برم پیش بچه ها برسم بهشون. اونا رسیدن دیر کردم و قرار بود بیان دنبالم ولی نیومدن.
خرید، 2 تا وسیله خریدم. یکیش از این آویز موبایل ها، حالا بهتون نشون میدم تو خونه. بعد یکیشم بهش میگن یادداشت میگم بهش دفتر نوت بهش میگم فکر کنم اگه اشتباه نکنم. از اینه که گربه داره روش گربه روش گرینی میکنن. بعد الانم دیرمون شده داریم میریم سر کلاس. میخواستیم که نهار رو با هانی جان حسه بکنیم ولی جانم نهار پیدا کنیم برای خوردن که پیدا نمی‌کنیم گشنه می‌مونیم. بعد هم از دانشگاه میرم سالن. بعدش هم خرید. آقا ما نرفتیم کلاس. آره ما نرفتیم کلاس کنسل کردیم. داریم میریم نهار بخوریم چون خیلی گشنمونه ولی نمیدونیم بریم چی بخوریم، چلو یا خب بریم چلو. داریم میریم چلو بخوریم بعد دوباره برگردیم دانشگاه. البته صبح من دارم میگم میرم دانشگاه ولی نمیرم. نمیرسی به مقصد. نهار خوردیم ولی انقدر گشنمون بود که اصلا نتونستیم ویدیو بگیریم. کلاس هم نرفتیم چون داریم میریم اگه برسیم کلاس دوم بریم. خبر ما کلاس دوم هم دارم. کلاس دوم هم دارم. اومدیم ماجرای دانشگاه. آره بس میگم من کلاس خودم رو نرفتم. قراره ساعت چند؟ 4:30 برم به عنوان مهمان کلاس دوستم. اومدیم دانشگاه میدونی ولی خب چون دیگه رو تحقیق داریم مطمئنیم که استاد یه چیزی بهمون میگه و به خاطر اینکه حرف نشنویم ازش نمیریم کلاس. و همین اصول. داشتیم با بچه‌ها حرف می‌زدیم بعد فهمیدیم که الان من هفته بعد میان ترم دارم. این چسبیده. هفته بعد میان ترم دارم. بعد تو اون کلاس فقط 2 بار رفتم و الان این کلاسی هم که نرفتیم کلا استاد رو نمیشناسیم. بعد کلی هم داریم به خاطر کلاسای نرفتم و پول به دانشگاه. اوضاعمون خیلی بده. اومدیم خرید مسیره لازم راکنی بکنم. وقتی با دوستان قدم میذاره که نصف بست کنه بعد لباسان مقامه کردیم احتمالاً یه دانش کلاسی اگه بشه اگه خدا بخواد. رسیدم خونه. درسته گفتم که میخوام با چقدر امروز روز بدیه. فقط گفتم میخوام برم دانشگاه هیچ کاری نکردم آخر سرم نرفتم. آره قرار بود که برای کلاس دوستم به عنوان مهمان برم ولی دیدم که خیلی خستم. رفتم خرید وسایل ناخنی که نیاز داشتم خریدم. بعدش الان اومدم خونه. ساعت بکنم اشتباه نکنم 4:30. من 5 رو مشتری دارم. بعد برم سالن. گفتم بیام یک کوچولو استراحت کنم، گلوی تازه کنم، آب بخورم. آب معدنیم تموم شده بود. آخه بعد دارم بذارم سر جاش برم سالن به مشتریان برسم. نمیدونم وقت بشه برم خرید لباس یا نه. احتمالا که نتونم ولی خب به هر حال کلا امروز برای خرید گذاشتم. خرید و خوشگذرونی و غذا خوردن. بریم من 2 تا خرید انجام دادم. اون رو بهتون نشون بدم. یکیش بذار این دوربین رو برگردونم. یکیش اینه. بذار اون طرف بهتون نشون بدم. این چقدر خوشگله. از این آویزه موبایل این شکلی. یادم رفت لباسم هم از مال
قهرم هوا سرده، امیدوارم موقع سرما بخورم. یادم رفته بزنم عوض کنم. دارم با تاکسی میرم سلام. امیدوارم فقط سرما نخورم. همه هرده همینه دیگه. یکم از کافی خب من الان از سالن برگشتم. یه کار مفیدی که امروز انجام دادم این بود که رفتم سالن. واقعا از سالن میگم دارم میرم دانشگاه به جای آره الان برگشتم. اتاقم خیلی به هم ریخته است. احتمالا یکم یه دستی روش بکشم، یه کوچولو تمیزش کنم به هم ریختگیاشو، بعد بشینم درس بخونم یه کوچولو، بعدش شام بخورم و یکم استراحت کنم. آها راستی گفتم که 2 تا خرید انجام دادم ولی فقط آویز گوشی رو بهتون نشون دادم. بذار اینم بهتون نشون بدم. از این بهش فکر کنم میگم پلنر یا چی بود اسمش، دفتر نوت اگه اشتباه نکنم. از این دفتر نوت خریدم. خیلی خوب، یه نمیدونم میتونیم ببینش یا نه. خیلی خوشگله، گربه است چون نازه. بعد اینجوری حالا اصلا میذارم روی نوشته‌اش نبینید. اینطوریه. اینجا این طرفش نوت می‌نویسی، کارهای روزمرگی، کارهای مهم. این اینایی که هستن این کوچولوها فکر کنم برای جدا کردن ورقن، یعنی که برداری بچسبونی بین ورق و بین کتاب. فکر کنم یه همچین چیزی اسمشو نمیدونم چه، جدا کننده ورق، جدا کننده صفحات، یه همچین اسمی داره. خلاصه که آره. بعدم دوباره کلی کار داریم. نمیدونم این بلاگو بخوام تا پرده دانش بدم یا نه، یا همینجا تمومش کنم. احتمالا که همینجا تمومش کنم چون اولین بلاگی که دارم میگیرم. میدونم که خیلی کم کاستی داره، امیدوارم که رفته بهتر بشه، امیدوارم که اصلا ویدیو رو دوست داشته باشید. ولی فردا کلی کار دارم، قراره برم دانشگاه، کلاس دارم. سالن احتمالا نرسونم فردا برم چون یکی از اقوام مهمونی دعوتمون کرده و قراره برم اونجا. البته نمیدونم لباس چی بپوشم و اینکه هنوز فعلا لباس هم در نیاوردم با همون لباسی هم که از بیرون اومدم، حتی مقنعه‌ام هم در نیاوردم، همینجوری تند اومدم ویدیو بگیرم براتون. حالا دیگه بریم لباسمون رو در بیاریم به حالت خونگی برگردیم. من الان تموم شد درس خوندنم و میخوام که ویدیو رو همینجا تمومش کنم، برم صورتم بشونم و بیام ویدیو رو ادیت بزنم، بعد بخوابم و استراحت کنم. امیدوارم که ویدیو رو خیلی دوست داشته باشین. میدونم کلی کم کاسی داریم توی ویدیو ولی این اولین ویدیوی منه و اینکه امیدوارم رفته رفته در کنار شماها بهتر بشه. اگر نظری و ایده‌ای دارین حتما ازتون میخوام که توی کامنت ها بهم بگین و اینکه ویدیو رو لایک کنید و چنل من رو سابسکرایب. خیلی دوستتون دارم. با امید دیدار در ویدیوهای بعدی. خدافظ.